سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله دوستان عزیز، ورکس این صدا و اینجا رو میشنود نباید فراموش کرد که مسائلی که تعلیم گرفتنش برای هر یک فرد مسلمان واجب است، برای هر یک مرد مسلم و زن مسلمه. اولین مسئله که بالای ما و شما فرض است، واجب است، این علم است، دانش است، شناختن الله سبحانه و تعالی، الله را با وحدانیت شناختن، بزرگی و عظمت الله را شناختن، الله را شناختن در توحید ربوبیتش، در توحید الوهیتش، در توحید و اسما و صفات الله سبحانه و تعالی. اولین مسئله که بالای ما و شما واجب است این علم است. با چی ما و شما الله را میشناسیم؟ با علم، با دانش. شناختن الله را و شناختن دین اسلام را و شناختن پیامبر محمد صلی الله علیه و علی آله و سلم را، همه این با علم می شود. اولین مسئله که بالای ما و شما فرض و واجب است برای هر یک مرد مسلم و زن مسلمه. پس بنده اگر تو علم را از خود کردی، الله را شناختی، دین اسلام را شناختی، پیامبر صلی الله علیه و سلم را شناختی، دویم مسئله برای تو واجب می گردد، این عمل است. عمل کردن با این علمت واجب است که بنده با این علمت عمل بکنه. پس اگر بنده عمل کرده، سیوم مسئله بالای تو می شود. سیوم مسئله برای تو واجب می گردد، دعوت کردنت. فهمو برادرم، آن چیزی رو که تعلیم گرفتی، الله سبحانه و تعالی را شناختی، دین اسلام را شناختی، تعلیم گرفتی، پیامبر صلی الله علیه و سلم را شناختی، تعلیم گرفتی، سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم را، پس بنده برایت واجب است دعوت بکنی. وقتی که دعوت کردی، بنده چهارم مسئله برای تو واجب میگردد، صبر کردن در این راه، صبر کردن در دعوت کردن به سوی الله سبحانه و تعالی. چگونه که الله سبحانه و تعالی میفرماید فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنین والمؤمنات. الله سبحانه و تعالی میفرماید فاعلم، پس بنده بدان، علم بگیر، الله را بشناس، بدان که به درستی که جز الله سبحانه و تعالی هیچ معبود به جز الله سبحانه و تعالی وجود ندارد، کسی لایق عبادت و پرستش نیست جز الله سبحانه و تعالی. واستغفر لذنبك، برای گناهانت استغفار بکن، وللمؤمنین والمؤمنات، و همچنین برای مؤمنان، برای مردان مؤمن و زنان مؤمنه طلب مغفرت بکن، طلب آموزش بکن، برای آنها نیز استغفار بکن. و الله سبحانه و تعالی این چهار مسئله که واجب است بالای ما و شما در سوره عصر، در سوره والعصر اینو بیان کرده است. الله چی میفرماید؟ والعصر، الله قسم یاد میکند با این زمانی که ما و شما قرار داریم، قسم بر عصر، قسم با این زمانی که ما و شما در این زمان قرار داریم در روی زمین. ان الانسان لفی خسر، و درسته که تمام انسان ها در لفی خسر هستند، در خسارت هستند، در هلاک هستند، در زیان هستند. الا الذين امنوا، یکم مسئله، الا الذين امنوا، الله سبحانه و تعالی تمام بشر رو در هلاک گفت، مگر استثناء ذکر کرد، الا الذين امنوا، مگر کسانی که ایمان آوردند، کسانی که به الله سبحانه و تعالی ایمان آوردند. اولین مسئله کسانی که الله را شناختند، الله را با وحدانیتش شناختند، الله را با وحدانیتش پرستش کردند و عملوا صالحات. دویم مسئله که بالای ما و شما واجب است عمل کردن، عملهای صالح کردن و دوری کردن از معصیت. و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق، این سوم مسئله است. و تواصوا بالحق، دیگر را سپارش کردن به حق، یا دیگر را دعوت کردن به سوی حق، مردم را دعوت کردن به سوی حق. و تواصوا بالصبر، و دیگر چهارم مسئله، یا دیگر را به صبر کردن، سپارش کردن به صبر در این راهی که هستند، در راه دین، در دین الله سبحانه و تعالی. این چهار مسئله هست که الله سبحانه و تعالی در این سوره مبارکه بیان کرده است. علم، عمل، دعوت، صبر در دعوت الله سبحانه و تعالی، در راه الله سبحانه و تعالی. این مسائلی است که برای هر یک فرد مسلمان واجب است. این است برادرم جواب اختصارا، و بالله توفیق.